تا حالا فکر کردی اگه یه روز صبح بیدار شی و هیچ دریایی وجود نداشته باشه چی میشه؟ نه موج، نه صدای دریا، فقط بستر خشک و بیجان زمین. این فقط یه داستان تخیلی نیست، بلکه یه سناریوی علمیه که تغییرات بزرگی رو نشون میده. توی این ویدیو کامل بررسی میکنیم اگه اقیانوس‌ها خشک بشن چه بر سر زمین میاد. پس تا آخر با ما همراه باشید. اقیانوس‌ها مثل باتری‌های گرمایی عظیم هستند. جریان‌های اقیانوسی مثل جریان ترموهالین انرژی گرمایی رو در سراسر زمین پخش می‌کنند و باعث میشن دمای کره زمین پایدار بمونه. با خشک شدن اقیانوس‌ها این جریان‌ها متوقف میشن و دمای روز و شب به شدت تغییر میکنه. روزها بسیار گرم و شبها بسیار سرد. این یعنی در مناطق گرمسیری دما میتونه بیش از 60 درجه برسه و در قطب‌ها شبها تا -40 درجه کاهش پیدا کنه. مطالعات علمی نشون میدن که حتی ذوب یخ‌های قطبی میتونه این جریان‌ها رو مختل کنه و تغییرات اقلیمی شدید به وجود بیاره. اقیانوس‌ها منبع اصلی تبخیر آب و تشکیل ابرها هستند و وقتی تبخیر کم بشه بارش هم کم میشه و خشکسالی‌های گسترده به وجود میاد. تحقیقات تاریخی مثل خشکسالی بزرگ آمریکا نشون میده که کاهش آب‌های سطحی میتونه منجر به تغییرات شدید بارندگی بشه. رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و منابع آب شیرین خشک میشن و بحران آب شکل میگیره. حدود 50 تا 85 درصد اکسیژن تولید شده روی زمین از پلانکتون‌های دریایی میاد. موجودات کوچیکی که در اقیانوس‌ها زندگی میکنن. بله، پلانکتون‌ها نقش بسیار مهمی در تولید اکسیژن جو دارند. فیتوپلانکتون‌ها نوع گیاهی پلانکتون‌ها هستند. از طریق فتوسنتز دی اکسید کربن را جذب و اکسیژن تولید میکنند. برآورده‌ها نشون میده که حدود 50 تا 85 درصد از اکسیژن جو زمین از طریق فتوسنتز فیتوپلانکتون‌ها تولید میشوند. این پلانکتون‌ها نه تنها اکسیژن تولید میکنن، بلکه کربن دی اکسید هوا رو جذب میکنن و گرمایش زمین رو کنترل میکنن. خشک شدن اقیانوس‌ها باعث نابودی پلانکتون‌ها و آزاد شدن کربن ذخیره شده میشه که باعث تشدید اثر گلخانه‌ای و کاهش اکسیژن هوا میشه. اقیانوس‌ها خانه میلیون‌ها گونه دریایی هستند. اگر اقیانوس‌ها خشک بشن، کل زنجیره غذایی دریایی از بین میره. از جلبک‌ها، پلانکتون‌ها شروع شده و تا ماهی‌ها، پستانداران دریایی و پرندگان ادامه پیدا میکنه. این یعنی غذای میلیاردها انسان به شدت کم میشه و بحران گرسنگی جهانی شکل میگیره. بیش از 90 درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام میشه. خشک شدن اقیانوس‌ها باعث تعطیلی بنا در توقف کشتی‌ها میشه. این موضوع به نابودی میلیون‌ها شغل، ورشکستگی شرکت‌ها و سقوط اقتصاد جهانی منجر میشه. همچنین گردشگری ساحلی و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی مثل انرژی موج از بین میرن. بیشتر شهرهای بزرگ دنیا مثل نیویورک، توکیو و بمبئی به دلیل دسترسی به دریا ساخته شدن. خشک شدن اقیانوس‌ها باعث متروکه شدن این شهرها میشه. مهاجرت‌های گسترده، جنگ‌ها بر سر منابع و آشوب‌های سیاسی ممکنه به دنبال داشته باشه. این یک فروپاشی بزرگ تمدنیه. خشک شدن کامل اقیانوس‌ها خیلی بعیده، چون مقدار کل آب روی زمین تقریباً ثابته، اما تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی ممکنه باعث کاهش شدید سطح آب و آسیب به اکوسیستم‌ها بشه. گزارش‌های سازمان‌های علمی مثل IPCC هشدار میدن که اگر گرمایش ادامه داشته باشه، این تهدیدها جدی‌تر میشن. پس ممکنه بخشی از این سناریو در آینده نزدیک به واقعیت نزدیک بشه.
اقیانوس‌ها فقط آب نیستن، بلکه قلب زنده زمین هستن. اگه از بین برن، زندگی ما هم در خطر میفته. پس بیایید قبل از اینکه دیر بشه دست به کار بشیم و از زمین و اقیانوس‌ها محافظت کنیم. اقیانوس‌ها تنها منبع آب و اکسیژن نیستن، بلکه قلب زنده زمینن. دکتر سیلویا ارل